نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ کنند. این کار برایشان پاکیزه تر است. بیگمان الله به آنچه انجام می‌دهند آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.